در کتاب‌ها بعضی علما نقل میکنن، یا مثال عادی، یا پادشاه همراهی وزیرش به شکار میبراید. پیش از این همون وزیری دست راستش فقط به سری پادشاه یک مصیبت بیاد، البته مصیبت ها فقط به سری دیگرها، به سری آدم های کمبغل نمی بیاد. مصیبتی پادشاه ها عظیم است. هر یک آدمی که به نزد پادشاه می دراید یک خبری بده می بیارد. هر یک زنگ تلفنی یک خبری بده است. از همه آدمی که سربلا هست، یعنی پربلا هست، پادشاه هم هست. اونای خوف و خواطرشان از آدمای کمبغل زیادتر است. همیشه برای رفتن ملکشان شب و روز خواطر هستند. خواب میره، در خوابش فقط زوال ملکش خواب میبیند. خواب میبیند کسی آمده دولت گرفته است. همیشه در ترس است. مصیبت. بنابراین بسیاری آنها همیشه یا مواد مخدر میخورن یا عرق مینوشن تا اینکه نفهمن همین مصیبت ها را، یا داروها استفاده میبرن که یعنی که کمتر بی‌پروا کند آنها را. خلاصه الله سبحانه و تعالی وقتی که برای شما هم مصیبت خواست، اون مصیبت راضی شوید. الله که خواست در این مصیبت خیر است گوید. این پادشاه وقتی که به سرش هر باره که مصیبت میرسید، وزیرش میگفت است که خیر است شاهم، خیر است، آن چیزی که الله خواست خیر است میگفت. خیر پادشاه هم گپی بد نگفت، آخر نام الله گفت، هیچ چیزی نمیگفت است. هر چیزی که الله خواست خیر است. بعد یک روز پادشاه با کار داشت، همین یک ترمیوه میخورد و انگشتش میبرد. وقتی که میبرد وزیر میگفت که هر چیزی که الله خواست خیر است. گفت دستی من بریده میشد و خیر است مگر برای دین زندان کنید. قهرش میبیاد، غضبش میبیاد که هر چیزی که مصیبت بیاد فقط خیر است. میگفت دستی من بریده شد، کجاش خیر است؟ برای دین زندان کنید. میگفت بعد زندان میکنم. بعد همراهی دیگر وزیرش روزی دیگری به شکار میبراید. شکار میرن، خلاصه از حدود خودشان به حدود بت پرستا میگذرن. یعنی اینا مسلمان بودن، به حدودی یعنی تریتوری خودشون در جنگلاشون میگذرن، به حدود بت پرستا میگذرن که به دست عسکران و سلطات های اونا میافتن. اونا دستگیر میکند. وقتی که به نزد کلانترشون میبرن، میگن که اینا به نزد شیخ بریتون چه حکم میکند. وقتی که به نزد شیخاشون میبرن، میبیند مقصد از شیخ همون یعنی که روحبانشان، یعنی که پیر دینیشان، پیر معنویشان. وقتی که میبرن میگوید که وزیر میبیند که سالم است، میگوید که اینا در نزد بتام و در نزد خداهام قربانی کنید. این پادشاه میبیند که دستش بریدگی، میگوید که این قربانی نمیشد، این یعنی که حیوانی عیبدار است، یک جاش بریدگی است، این بریتون سرتتون. و پادشاه میبرن از در حدودش یه لغت میزنن و جواب میدن. پادشاه خرسند دوام میبیاد و میگوید که وزیر از زندان براریتون. وزیره وقتی که وزیر میبیارن میگن که همین خیلی حادثه شد، واقعا همین دست من بریدگیم خیر بود است. این بلا دفعی بلاهای دیگر. وقتی که به سرتون یک بلا آمد، همین چای گرم به لباس قیمتتان ریخت، کتی سفید بود داغ شد، غمگین شدید که این کتی $500 هم چی شد گفته. این بلا دفعی بلاهای دیگر. این بلای معدتر آمد، شما شکر کنید که بلای بزرگتر نآمد. پادشاه میگوید که من واقعا دستم بریده شد، خیر بود است. من اینه به چشمم دیدم که همین خیلی حادثه شد، لیکن زندان شدنی تو چی خیر بود؟ یعنی به سری توی هم مصیبت اومد، تو زندانی شدی، از وظیفه یعنی محروم شدی موقتا باشدم، چی خیر بود؟ میگم که اگر من زندان نمی شدم، امروز من به جای اون وزیر به نزد بوتی آنها ذبح می شدم. یعنی امروز من کشته می شدم. یعنی هر مصیبتی که آمد، در پشت آن مصیبت خیر است.